تیمی بوده که توسط انجمن اماه نو انجام شده. آره و ما کنیم با طور تیمی هم این غرفه و هم غرفه پولیش خداوند تو رو خیر بده انشالله. همچین غرفه نام خدا چه سلیقه و خرج داده، واقعا چقدر قشنگ می سفره چینده دیگه. انشالله که خیر و برکت دم سفره و در زندگیشون دیگه. نام خدا خوب دکور چینده، واقعا خوب ترتمیز. خوب کی مصرف نیم که ما تشریف بگیریم بعدا اینجا نوش جان کنیم مزه سیل کنیم. غرفه ما برای همه بسم الله الرحمن الرحیم. خب آب جواد جان، یعنی دوربی یعنی تو. خب به نام یاد خدای مهربان، از دل سلام می‌دارم جور صحتمند باشید. قبل از دیگه سلکی که عزیزای از ما چقدر قشنگ می غرفه را فکر کردم به طرف امزی خنداج بختصی دوستای عزیز دیگه سلام هم بگم بخششون. فواتای دیسی میسی خیلی قشنگ. دیگه تو معرفی کو به جواد جان نه از یک سر گلانی نه؟ گلانی خب ایش سلام میشی؟ ایش قرمه. قرمه گوشت قرمه گوشت. پیرکی تاوایی استراخ نان بوچه حتی نگین که زردالو نیست که به به چی زردالوی انگور قرود ملیده و همچنین گندم بریو ناخو به 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 خدا وکیلی در فرهنگ از ما سعی کن دوستای عزیز. دوستا همه چیز خدا سر از این سفره موجود یعنی آب جواد آشک نه؟ منتو شگری من آشک میگم منتو میگی. به 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 فقط ما این انجوی کنی چهارمغز سعی کنی. چهارمغز اوبری آجای ای با نام خدا چقدر تمام چیزی هست دیگه. پتیر دیگیر سیلاب جواد سعی ده. پتیر هم است. شبتالو سنجید جای افتخاره که مردم از ما فرهنگ را زنده نگاه و واقعا همه چیزا رو آماده ده و ترتیبش دیده. سلکی دینا همهش زحمت کارشیه که واقعا آخرین ده سلیقه‌شی، آخرین ده حوصله‌شی، آخرین ده غیره چی سلکین کنار نام خدا می چقدر قابلی جور کده. واقعا کالیه همه او تای غرفه از کی هست میش خود معرفی کنه؟ نازنین یک آقای نوربند قشنگ زیبا را در کنار خودم که تشکر صاحب این غرفه. خب آقای جان دیگه این غرفه که جور کرده این همه رو جور کرده و تنایخ جور کرده سلیقه خودت بوده چه رقم است؟ در قدم نخست که سلامای گرم و
صمیمانه خود خدمت همه بینندگان تقدیم میکنم و در قدم دوم روز رسمی فرهنگ هزاره را به تمام هزاره های سراسر جهان تبریک و تهنیت عرض میکنم. بعدش اگر بخوایم سوال شما را جواب بدم، نه، این دقیقا یک کار تیمی بوده که توسط انجمن امور نو انجام شده. آره، و ما به طور تیمی هم این غرفه را و هم غرفه پولیش آفرین، ماشاءالله. نام خدا در سلیقه خداوند تو رو خیر بده انشالله. همچین غرفه نام خدا چه سلیقه و خرج داده، واقعا چقدر قشنگ می سفره چینده دیگه. انشالله که خیر و برکت دم سفره و در زندگیشون انشالله به همین دیگه. نام خدا خوب دکور چینده، واقعا خوب ترتمیز. خوب کی مصرف نین که تشریف بیاری بعدا اینجا نوش جان کنیم، مزه سیل کنیم. غرفه ما برای همه بازه. خداوند تو رو خیر بده خوار جان. خب کدام گفتنی از داده یک دیشش اینو را از امی تو در نظرتان میشه یا در چیز؟ نه، ما طبعا در هزاره تاون دیگه. خب آموزان جی اینا رو بخیریم اینجا ورده؟ آره، جور که داوردین؟ کل وسایل از هزاره تاون آوردیم. کل اعضای ما خیلی عالی. دیگه دوستای خوب نازنین، از زبان خوشم شنیدین سیکن که این از از تینج را تناری آباد را اینا را همه را جور کده و تیار کده و زحمت کشده دیگه. به مناسبت روز فرهنگ هزارگی با سلیقه امید با شوق و ذوق جور کده و دنج غرفه جور کده و قند داشت. خب انشالله که سالهای سال جور بخشی همزی بینندای از مو چی گفتنی داره همی راجع به می فرهنگ هزارگی؟ فرهنگ هزارگی فرهنگ نابه، فرهنگ عیب و نقصی درش وجود نداره. من میخوایم که همه جوانای ما از این فرهنگ ما آگاه باشن و از این فرهنگ ما پیروی کنن و فرهنگ ما را دوست داشته باشن. فرهنگ است دوستای عزیز، فرهنگ از هنر، فرهنگ از زیبایی. واقعا شما سیل کن دقیقا سیل کن امی پرده ها را، امی سفره ها را چقدر روی از اینا زحمت کشیدن، امی پیرنا رو که پوشیدن واقعا چقدر روی از اینا زحمت میکشین. نه خب بخیر باشی خوار جان دیگه. خدا تو خیر بده. دمودی آزرگی فیشن کنم ما، دمودی آزرگی فیشن کنم ما، کالای آزرگی خوتن کنم. بله. کالای آزرگی موتن چی باشه، مجلس بایم مجلس نربن کنم ما. چطور؟ دیگه در مجلس که می واقعا عالی اندر امی کالاهای در فرهنگ هزارگی همهش کشو دل میشینه. اگر آنهایش که گران قیمت چه دل میشینه عالی اما گران قیمت چه نارفا قیمت چه همهش. نه یک چیزی است بخی همی کشیده و دیسکوگار آدم منگر نخواه ای باور که بخی همی تو روشنایی پیش چیم آدم ایجاد روشنایی اصلا. خب بخیر باشین دیگه. گفتنی خاصی نیست. سلامت باشی خوار جان، بخیر باشی. دوستای عزیز با ما باشین دیگه تا آخر از ویدیو. دو تا هنرمند محبوب در کنار داره، آب مصطفی جان و نازنین جان. خب چی گفتنی دارین بخیر دوستای از مو امی باره روز فرهنگ هزارگی؟ آقای ابراهیمی لاله دیگه گفتنی دارم خلاصه میکنم که فرهنگ از ما همیشه نامش نیک باشه، سربلند باشه، این ترتیب یک کار هزارگی باشه و یک جانجوری، یک خانم نیکی، یک صحتمندی باشه. همین سلام از من دیگه بیشتر ندارم. جواب باشه دیگه. آقای رسیم لباس هم تبریک باشد. نام خدا بخیر. سلام کنی؟ آره. دوستا بیننده سلام بیننده های عزیز. امید بخیر جانشون جوره. امید منم که جور تیار باشید، در باشید دنیا باشید، از مول امید خوشحال باشید، در پالو یک دیگه باشید، یک دیگه دوست داشتید. آره میتر دوست داشتید یک دیگه را در خوبی مثلا در محبت یک دیگه دینگرنید. دوستا میترم دیگه روز فرهنگ هزارگی همینجا گیر دورا زنده که شکر خدا تمام قوم بیراره کل دیگه همین فامیلا رو میگردید، دوستا رو میگردید، دلم خوشه دیگه. این روز بهترین از روزهای دیگه روز فرهنگ هزارگی را برای تک تکشون تبریک میگیم. خدا کنه که همیشه همینطور فراموش نکنید فرهنگ و رسم و رواج کنه. امید ادامه بدید در سال امید تجلیل کنید دیگه دوستا. دیگه گفتنی از بینوی قصبود دیگه امید که جور باشید. جور باشید. خب لباس های بخیر شما تبریک باشد. جور باشید لاله دیگه. همین فرهنگ از ما رسم از ما. نام خدا می لباس های آزرگی که خلاصه در تن خمونی یک رقم نوربن معلوم میشین که خدا میدونه. چرا غلیبی؟
خب بخیر باشین دیگه. تشکر از گزارش دیگه. سلامت باشین بخیر. دیگه دوستا خیلی جمع نشدن در اون میتر مایه دیگه کم کم بخیر میتر پر میشه. بلده خودگون خوابایگون نازنین و آقایگون نازنین یا خوب چک چک کنید. ما زیاد وقت گرانبهای شما رو نمیگرم. یک دنه غزل دارم، یک 3 دنه دوبایتر بلده شما میخوانم. البته بقیه بودت باشه اینجیم دکارمانیت الله نقره و زر دکارمانیت الله نقره و زر اگر قوما نباشد چی کنم زر از این ملکای مردم بوری یار جان از این دنیای مردم بوری یار جان. تشکر خیلی زر زر تشکر از مصطفی آذر بلو دبلی پاولینم جای جور کده البته فقط بلده خاتونه و دور البته کنار گواز کرد خالی بلده خاتونه یا بلده کلگیشون بسیار کلو خوشحالم که خود در بین شما و بزرگوارا شاعرا و شما دوستان میگرنم و جا دیره که از غوچیلی دلخوروز فرهنگ آذر را بلده تمام شما تبریک بگیم. چند بیت شعر را که سرودم میخوایم که بخوانم برایشون. امیدوارم که همونطور چنگ بزنه دلایشون به خوششون باید. قشنگ شال و پیرون مو قشنگ شال و پیرون مو قشنگ غجیری توق گردون مو قشنگ راست نمگم؟ گلای رنگ برنگ ملک آذر گلای رنگ برنگ ملک آذر بله چادر و دامون مو قشنگه بشه هرچی بشه رواج دیگرو بشه هرچی بشه رواج دیگرو ولی رواج خودون مو قشنگه ولی رواج خودون مو قشنگه دا آزرگی مونیم و تورگویی دا آزرگی مونیم و تورگویی طریقی تور گفتن مو قشنگه. امی کلمه و لغت قشنگ را با این که یک جای بگی قشنگتر شنه. دا آزرگی مونیم و تورگویی طریقی تور گفتن مو قشنگه. مبارک باشه فرهنگ هزاره مبارک باشه فرهنگ هزاره که ای فرهنگ تابان مو قشنگه که ای فرهنگ تابان مو قشنگه. به افتخار خود جون تشکر